جنبش مصاف تقدیم می‌کند. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولانا امیر المؤمنین و ائمة المعصومین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته علیکم. خب ما دو تا جلسه قبلی در مورد اصل دشمن شناسی تو ترک گناه صحبت کردیم. نزدیک 14 15 تا اصله. ما یکیشو فقط گفتیم. توی قالب اون اصلا چون وقت نبود یکی دو تا اصل دیگه هم سریع گفتم. اما امشب خیلی در واقع کلاس بندی شده و فهرست بندی شده، مطالب نقل میشه خدمتتون. اصل دشمن شناسی که اول قبول کنیم که شیطان دشمنه، انه لکم عدو مبین، بعد چجوری حمله میکنه، بعد در مقابل هر حمله باید نوع ضد حمله خاص خودشو گذاشت و آروم آروم خود شیطان با حمله هایی که میکنه باعث میشه ما نقاط ضعفمون چی بشه؟ آشکار بشه. ما با گرفتن جلوی اینا روز به روز به خدا نزدیکتر میشه. یعنی حتی میتونیم از وجود نحس شیطان هم استفاده مثبت. گفتیم اصلا یک مؤمن هیچ وقت بن‌بست گیر نمیکنه، همه تهدیدات رو به فرصت تبدیل کنه. این اصل یک بود. استراتژی و تاکتیک های شیطان رو گفتیم. دوم اصل در شرایط گناه قرار نگرفتن بود که اصلا مؤمن خودشو در شرایط گناه قرار نمیده. میگه آقا من برم فلانجا گناه میکنم نمیرم. من به این تو لپتاپم این فیلمو داشته باشم میدونم الان شاید میل شهوت در من کمه، فردا خودمو که میشناسم که فردا در من غلیان پیدا میکنه. خب بعد اون موقع چی؟ باز میرم سراغش. خب همین الان همون بحثی که گفتم پولار پشت سر خودم چیکار میکنم؟ خراب میکنم. آدم بعد از ارضای میل جنسی یا حالت سستی و رخوت بهش دست میده. خب تو اون حالت سستی و رخوت اصلا بعضی موقع با خودش میگه اصلا میل جنسیش ارزشی هم نداره ها. خب اما باید یادش باشه وقتی غلیان میکرد میل جنسی یه حس دیگه بود. تو اون حسی که الان بدش میاد خب فرصت خوب فکر کنه، اما با خودش بگه الان اینجوریم، 2 ساعت بعد یه روز دیگه کلا دوباره اون حس قبلی است. کلا آدم وقتی ارضا میشه میل پیدا نمیکنه. ببین ما تو روی کره زمین کلا گفتم بارا ما لذت نداریم، فقط یه لذت رو زمین است. ما روی زمین اصلا لذت نداریم، هرچی از رفع سختیه. شما تشنت میشه بعد آب میخوری و کیف میکنی. اولی هم پدرت در اومده بعد آب خوردی صاف شد، یعنی چاله رو پر کردی، تپه‌ای نبوده. یعنی چی شد؟ ارتفاع رو فرض بکنیم لذته. ببین تا تشنت نشه اون آب خوردن کیف نمیده. لیوان اول میخوری یه سلام برای ابو عبدالله میگی کیفی هم میکنی، دومی عادی، سومی که چهارمی اسم شکنجه است. خیلی میخوان شکنجه بدن آب خوردشون میدن. اصلا همینه، میل جنسی بر آدم غالب میشه، خلأ احساس میکنه، بعد ارضا میشه، بعد توبه میکنه. ما اصلا لذت تو بهش لذته، یعنی اصلا گرفتی چی شد؟ ما تا حالا درکی نداشتیم. تنها جایی که لذت تو این دنیا هست، خب لذت تو این دنیا هست همون لذت نزدیکی به خداست، نزدیک شدن به خدا و اهل بیته، محبت اهل بیته، که اونم مسیر رسیدن به خداست. ما اینم تأکیداً میگیم اهل بیت رو ما وسیله رسیدن به خدا میدونیم. وابتغوا الی الله الوسیله، خودش گفته با وسیله و توسل پیش ما بیایید، وگرنه بدون اذن خدا اهل بیت هیچ نیست. اینجوری نیستش که خود اهل بیت یه بن‌بستی بشن اینجوری، نه خیر. ما میدونیم خدا امام حسین دوست داره، خدا خودش گفته گریه کنید برای حسینم، راهش خودش داده مون داده. وگرنه نه ما امام حسین رو دیدیم، نه ایرانی بوده مثلا بگید نژادی دارن میپرسن، ملی دارن میپرسن، نه خیر. اون دنیا به لذت همش. اصل سوم که امشب یکم صحبت بکنیم، من سعی می‌کنم تمام اصول امشب بگم، 2 تا اصل رو نگه دارم برای فردا که جلسه آخره احتمالاً نمیدونیم حالا چی بشه، بستگی داره عید کی باشه. اصل شناخت انواع گناه. یکی از دلایلی که ما گناه میکنیم برای اینکه این گناه رو نمیشناسیم. نه صغیره‌شو میدونیم چیه، نه کبیره‌شو میدونیم چیه، نه گناه حق الله، گناه حق الناس، گناه حق النفس رو میفهمیم چیه.
مطمئن گناه شیرین میدونیم چیه، نه گناه غیر شیرین میدونیم چیه، نه دسته‌بندی مختلف داره. معمولا برخورد و پاسخ خداوند متعال در برابر گناه‌های غیر شیرین خیلی پاسخ محکم و بدجوریه. چون خدا آدمو آفریده، میدونه بالاخره این یه نیازی داشته. دیدی دنبال اینم میبره کشش بده، بگیره و پیدا کنه و فلان اینجور چیزا. این به این معنی نیست گناه شیرین و یه نفر کوچیک بشموره ها. این بالاخره بعضی از گناه هست لذتشو میبره طرف. حالا اون لذتی که گفتیم رفع علمه. خب گناه مثلا روزه است، تشنه‌ش آب میخوره، خوشش کیف میکنه. خب اما آره روزه رو شکسته، خراب که گناه کرده، معصیت انجام داده. متوجه شدید؟ یا خدای نکنه مرتکب یک عمل نامشروعی شده، خب یه لذت بود. این گناهش اینه. اما واقعا احمق کسانی هستن که گناه غیر شیرین انجام میدن. گناه غیر شیرین یعنی هیچ هم بنویسن یک گناهی انجام میده. این خیلی و خودم پاسخش به اینا خیلی بده. مثلا میگه الغیبتو اشد من الزنا. برای اینکه میگه تو چه مرگت بود غیبت کردی پشت سر یارو. خب بعضیا اینقدر در گناه غیر شیرین غوطه ور میشن و اعتیاد پیدا میکنن به گناه غیر شیرین، گناه غیر شیرین رو بر خودشون شیرین میکنن. یعنی غیبت میکنه جیگرش حال میاد، تیکه میندازه به این نفر جیگرش حال میاد. خیش خنک شدم. خب قبلش تو آتیش بودی. خودت داری میگی خنک شدم، قبلش تو آتیش بودی. گناه‌های غیر شیرین خیلی محکم پاسخ داره. این گناه ها رو دقت کنید که بررسی که میکنید میبینید عموم اینها حق الناسه. خیلی جالب. گناه های غیر شیرین چیه؟ عموما حق الناسه. این یک دسته‌بندی گناه. یک دسته‌بندی دیگه گناه های صغیره و کبیره است. برخی گناه های کوچکه، برخی گناه های بزرگه. خب طبعا اون بزرگه بدتره دیگه. گناه کبیره که از مؤمن نباید سر بزنه، صغیره‌ش هم نباید سر بزنه. منتها حالا کبیر اون معصیتیه که پرده‌دری بیشتری کرده. یک نفری که خدا نکرده زنا میکنه گناه کبیره است. یک کسی که استمنا میکنه، خود ارضایی میکنه، این گناه کبیره است. این پرده‌دری سنگینیه در مقابل حق تعالی. کتابش هم هست گناهان کبیره، دانلود کنید. کتاب گناهان کبیره شهید دستخیل معروف بود، اول انقلاب همه میخوندن. همه کسایی که انقلابی بودن اینو میخوندن تا یاد بگیرن که چجوری باید اول جهاد با نفس باید بکنن، بعد چی؟ اول جهاد اکبر بعد جهاد اصغر. هر روز هم پی دی افش رو دانلود کنید بخونید، گناه کبیره و صغیره بشناسید. الان ما وقت نداریم بریم فهرست بندی اینا رو مجزا کنیم و اینا بیام جدا جدا خدمت شما بگیم. خب سحر گناه کبیره است. اینا که سراغ دعانویس و جنگیر و جادو جنبل اینجا چیزا میرن، اینا گناه کبیره انجام میدن و کافر به تمام ادیان الهی میمیرن. عین روایت. این خانمایی که سراغ این دعانویسا میرن، اینا آدم پدر سوخته ان عموما. و از اونجا که شما نمیتونی پدر سوخته و غیر پدر سوخته‌شون رو تشخیص بدی، چون پدر سوخته‌هاشون هم فیلم بازی میکنن، ادا در میارن، میگه آیه قرآن به من داره و تو توجیه نیستی. اون کاغذی که آیه قرآن روش نوشته قبلا چی کار کرده این آدم نمیدونی. جایی بود یکی رو دستگیر کردن، از من خواستن که من در جریان پرونده قرار بگیرم با اون کسی که حالا مثلا یه حوزه این شیاطین کار کرده بودم. فیلم بازجوییش آوردم من نشون دادم. این خود اینا میگفتن وقتی ما خواستیم رو دستگیر بکنیم مردم به ماشین 110 سنگ میزدن. یعنی اینقدر قشنگ این آدم فیلم بازی کرده بود. در زیر زمین خونه اینا مقدساتی پیدا شد که آلوده به نجاسات شده بود. که کسایی که اون سخنرانی رمالی و جنگیری رو اومده بودن دیدم، من اسنادش هم نشون دادم اونجا. من تو فیلم اصلی نمیتونستیم بذاریم. من اجازه گرفتم گفتم اونجا توی سالن نشون بدم و دوربینا آوردم پایین. حالا دوربین خودمونم که مال خودمون کسی فیلم ضبط نمی‌کنه، من نشون دادم اسنادش. خب یعنی شما نمیدونی یه وقت می‌بینی در سر ندانستن یه گناه کبیره بدجور داری انجام میدی. خدا نگیره اون روز میخواد بر بخت دخترش وا بشه، نمیفهمه داره گناه کبیره به درگاه خدا انجام میده، پای شیاطین رو باز میکنه به زندگیش. حالا این میمونه و شیاطین بعد دیگه میاد ناله میکنه چرا خدا من نجات نمیده. رفتی در قفس شیر رو وا کردی، تو باغ وحش پریده بیرون. این هم نوشتن به قفس شیر نزدیک نشوید. مشکل کیه؟ توئه. کس همین کار کرده سری توبه کنه. چیزا هم که اون یارو گرفته بریزه توی آب روونی، رودخونه چشمه یه جایی آب ببر و توبه کنه، اشک بریزه. اساسی ها
همین ماه رمضان وقتاش. دستبندی دیگه گناه حق الله و حق النفس و حق الناس، هر سه تا باید بر پیگیری بشه. شما حق نداری به وجود خودت آسیب برسونی به هیچ وجه. یکی از گناهانی که بخشوده نمیشه خودکشیه. میگه به تو چه ربطی داشت؟ مگه مال تو بود؟ تو توهم زدی این بدن مال خودته. توهم به قرآن توهمه. اون دنیا بهش میگه خفه شو، حرف نزن، میگه تو خفه شو، دستت حرف میزنه، میگه مال تو نیست. نه، توهم زدی. 70 سال دست تو بودم، فکر کردی منم به گناه واداشتی، فکر خبری بود؟ تو خفه شو. چنان شروع میکنن حرف زدن علیه شهادت دادن، دهن تو میبندن، هاشا میکنه، اول میزنن زیرش. مال من تو نیست. مالک یوم الدین یعنی چی؟ یعنی اون روزی که مالکیت ها همه مال خداست، هر موقع اراده کنه تمام رگ حیاتو میبره. اما اونجا میبینی مالک یوم الدین رو. حق نداری تو به خودت آسیب برسونی. شما که سیگار میکشی، شما که قلیون میکشی، بدون گناهکاری، چون میدونی داری آسیب میزنی به بدنت، میدونی این دود ضرر داره. و چون شیعه هستی کم برابر باید حساب میکنم. من بهت میگم چرا؟ چون چشم امید خدا و امام زمان به شماست، نه به اون اسرائیلی که داره آدم میکشه، نه به اون سعودیه ابله احمقی که با دلارای اون داره جنگ تحمیل میشه بر انسانها، نه با اون اروپاییه که تو کاباره مست و اصلا نمیفهمه کجاست، زندگی شده برایش این که پول در بیارم که بتونم حال کنم. چشم امیدش به توست. تو عمر 80 سالتو کردی 70 سال، غلط کردی، عمر خودتو 10 سال کم کردی، بیجا کردی، عمرتو کم کردی، مگه مال تو بوده؟ پزشک امام میگفت، امام چنان سر ساعت قرصشو میخورد، من هیچ کدوم مریضام ندیده بودم تو کل عمرم. میگفتم چه جوریه این داستان؟ میگفت برای اینکه گناه داره من قرصم سر وقت نخورم. الان اینجا توی آی دکتر مجتهدی، تو مجتهدی، تو میگی این 6 ساعت یک بار خورده بشه، من رأس 6 ساعت یک بار میخورم. چون حق و نفس اون دنیا، بدن من در مقابل خدا دادگاهی میکنه منو. میگه با چه حقی خدایا من اعتراض دارم، این با چه حقی آسیب رسون به من دست؟ با چه حقی منی که میخواستم برای اهل بیت بنویسم و وادارم که دریوری نوشتم؟ حنجره داد میزنه. یا با چه حقی من میخواستم برای تو حرف بزنم، برای اهل بیتت بخونم، این اومد دست گذاشت روی این مطلب، منو برده به یک جایی دارم دریوری تحویل مردم میدم. این حق نداشت. من شاکیم خدا، جوابمو باید بدی. اون روزی که دستت از تو در مقابل خدا شکایت میکنه، زبانت شکایت میکنه، میگه خدایا تو منو آفریدی، من دوست داشتم، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر آنچه در زمین و آسمان از تسبیح خدا میگوید، یعنی من ذاتاً دوست دارم تسبیح خدا بگویم، اما این آدم، این ملعون منو به حرف لغو واداشت. من دوست داشتم بگم سبحان الله، نمیگفت، فحش میداد. چی شد؟ من دوست داشتم یه جاهایی اعلام براءت بکنم از دشمنان تو با توهین، آره، بگم مرگ بر این آدم، نمیذاشت. میخواستم بگم لعنت بر این آدم، نمیذاش بگم. من شاکیم. حق نفسه. سر بحث لطمه هم که تو هیئت است انقدر سر حرف و بحث سرشه، فکر کرد برای چیه؟ برای یک بخشش علاوه بر موجب شاید وهن و اینجور چیزا بشه، یه نفر فیلمشو ببینه و این داستانا، خب یک بخشش سر اینه. خب موجب وهن میشه دیگه. خب میگه اینو کیان باعث میشه که این همه مسیحی که تو اروپا دارن مسلمان میشن شیعه نشن. خب گردن شما. یعنی این کاری که میخوایم بکنیم برای ابا عبدالله ضررش بیشتر از سودشه. کدوم آدم عاقلی کار مضر رو انجام میده سود رسانی میکنه؟ در بعضی چیزا اصلا در بیس و ذاتش مشکلی وجود نداره. اشتباه نکنید متوجه، چون الان مورد سوء استفاده قرار میگیره نباید انجام داد. آیه قرآنه میگه بابا شما میگید راعنا یا رسول الله، ای پیغمبر ما رو مراعاتمون کن، ما نمیفهمیم، تون قرآن رو میخونی، ما همین قرآن نمیفهمیم. اون اعراب بنده خدا سوادی هم نداشتن، پیامبر قرآن میخون، گفتن راعنا مراعاتمون کن. راعنا یه معنی بدی دیگه هم میتونه داشته باشه.
راعی یعنی چوپان. ما دیگه باز نمی‌کنم کلام. اینا یهودی‌ها میومدن وسط جلسه پیامبر میشستن، اینا که میگفتن راعینا، اینا میخندیدن. خب اینا هیچ کدوم معنی بد هیچ وقت بگید نمیگفتن. آیه اومد نازل شد تو قرآنه، ولا تقول راعنا، نگید راعنا، قولوا انظرنا. یه کلمه مترادف خدا معرفی کرد، گفت این کارو عوضش انجام بده. اینا دارن سوء استفاده میکنن. سر بحث قمه زنی همین عزیزم. اون مراجعی که میگن موجب وهنه فکر میکنن اینقدر عده احمقن که فکر میکنن مثلا یه مرجع خودش جلوی ابو عبدالله قرار میده. شما وقتی اسم اهل بیت میاد دستتو اینجوری میگیری بالا، این فیلم‌ها پخش میشه، صاف میره تو تلویزیونای سعودی پخش میشه، میگن نگاه کنید اینا میگن یا الله، بعد از این ورا میگن یا صاحب زمان. پس اینا صاحب زمان چی میدونن؟ الله. حالا من چی بهتون میگم؟ من دستو اینجوری میبری بالا، اینوری کن. من که میدونم شما هیچ وقت امام خدا نمیدونید، اما پدر سوخته داره موجب وهم میشه و کلی شیعه تو سوریه داره کشته میشه، کلی شیعه تو عراق داره کشته میشه. این گردن من و شماست. گردنمونه بالا. آیه قرآن داره دیگه، من که قرآن خوندم که، من خودم نمیگم که. فلذا ممکنه یک کار تا دیروز درست باشه، امروز یه شرایطی به وجود بیاد چی؟ ضررش بیشتر از منفعتش بشه، دیگه انجام ندید. آقا علما قلیون میکشتن، علم بر این نداشتن که آسیب رسانه. می علم غیب دارن. الان یه عالمی، یک فقیه میره پیش دکتر میگن قرص نخور، میگه باش. میگن قرص بخور، میگه باش. این عمل جراحی باید انجام بشه، چی میگه؟ باش. اینطوری باید انجام بشه، چشم. الان آقا میگن تحقیقات دارن انجام میدن فلان، آقا مثلا چای توش ایراد هست، مثلا مصرف زیادش ضرر داره، خب باش کم میکن. تو یه سری به گناه عادت میکنن نمیخوان. این از حق النفس. حق الناس که دیگه خیلی بحث داره. من چون خیلی بحث داره سریع عبور میکنم ازش، چون زیادم تو سخنرانیام گفتم. در همین حد گفتم جلسه اول که خدا از شهدا هم حق الناس رو طلب میکنه. حق الناس هم بسیار چیزای ریزیه، ولو یک قرون. وای بر اون کسایی که بیت المال میخورن، خیلی احمقن، خدا شاده. چرا؟ چون اون دنیا یه نفر جلوشون نمیگیره. میدونی کیا میگیرن؟ مثلا بیت المال ایران خورده، ببین چی میشه. کل این 70 خورده میلیون که جلوشو میگیرن، مثلا فرض 10,000 تومان خورده، میگن هر کدوممون مثلا تقسیم بر 70 میلیون چقدر میشه؟ خب اینقدر باید بدی. نه ثوابشو بهمون بده، یه دونه مثلا یک واحد ثواب باید به ما بدی مثلا. بعد بچه‌های اینا میگن، یعنی یک شیر تو شیری میشه. تو این هم به خاطر هم امیرالمومنین میترسید، خودکار عوض میکرد، چراغ خاموش میکرد، چراغ روشن میکرد. همیشه یه کاری میکرد سرازیری به سمت بیت المال، از این جیب به اونجا باشه. برخی از مسئولین ما هستن دوره مسئولیتشون تمام بشه یه پولی از جیبشون میذارن، میگن شاید یه چراغ بیشتر روشن نگه داشتیم. ها جمعا میشه چقدر؟ من 10 ساعت چراغ بیشتر روشن باشه، 10 ساعت میشه اینقدر پولش. بیا چیزی هم نمیشه ها. آدم که درست کار کرده باشه نمیخواد وسواس بگیری، وای نه فلان، نه وسواس بگیری، نه همین میبینی جمع میشه. مثلا این طرف 5 سال جو مسئولیت داشته دزدی نکرده، بابت همین چیز خورده ریزن 1 میلیون پول میذاره میره که حل. اینا خیلی دیوانن، اینا که بیت المال میخورن اصلا هیچ چیزی میگم چیزی میشنه. حق الناس، آقا حق الناس تو این راهنمای رانندگی چه حق الناسایی از مردم میبرن میشه. طرف واسه دور میدون سپاه یه ترافیکی درست کرده با این ماشین گندا، بعد اکناش رد شدم گفتم آخه اینجا جا پارکه، تو ماشینم بود. واقعا ترافیک درست کرده. ترافیک میدون سپاه میرسه به سرا طالقانی، اونجا رو هم میبنده. بعد به خاطر اینکه اینجا باز باشه ورودی صیادو میبندن، یه ترافیکی تو صیاد درست میشه تا کجا کشیده میشه. گردن اون گیجاییه که بلد نیستن رانندگی کنن یا حقوق مردم و چیزا. خب برو رد شد دیگه، لامصب وایساده بود اونجا. بهش گفتم اینجا جا پارکه، من نمیتونم وایسم. بشه تو یه امر معروفه دیگه، آقا اینجا جا پارکه. اصلا کافریم، من کافرم تو هم گبری، هر دو تا کافریم. اینجا جا پارکه، تو اروپایی مثلا، ما تو مریخیم، اینجا جا پارک. رد شدیم یک فوش جانانه‌ای بهم داد که اصلا صداش اومد. ما چیکار کنیم؟ حق الناس. حالا اینجا راهنمای رانندگی نمون خیرتو بگیره. حالا آخه من چیزم هستم، من گشت نامحسوسام هستم. خب تیرم شده بودم یه وای میستادم یه حالی به طرف میدادم که تو کتابو براش بنویسن. خب حواسمون جمع باشه. حق الله هم نمازت عزیزم، روزت، اینا رو بپا.
واجبات، انجام واجبات، ترک محرمات، اینا حق الله درست انجام بدی. اینا جزء از اصوله. یه چیزی بگم در مورد حق الناس کنید. اگر گناهی کردی، ظهور رو عقب انداختی، اونایی که منتظر امام زمانن رو دنیا خیرتو میگیرن. چی گفتم؟ دنیا گفتم میگه من 70 سال عمر کردم، من میخواستم برسم به امام معصوم، این بابا نذاش. بده من حقم، بده من حقم. من رشد بیشتری پیدا میکردم اگر امام معصوم بالا سرم بود. برای اینه که اون کسانی که حق اهل بیت را غصب کردن در روایت داریم تا ابد هر که گناه میکند برای آنها هم مینویسند. همین چی شد؟ اصلا ریشه و ذات از حق الناس نشأت گرفته میشود تا آخر زمان. هر کی گناه میکنه، چون هر چی اصلا قرار بود حکومت دست اهل بیت بشه، چون دیر رسید همه چی عقب افتاد. چون همه چی عقب افتاد، تمام این عقب افتادن ها رو به اونها می نویسن. این میشه که یک نفر میبینی یک لبخند زده، اما تو این دومینوی الهی این لبخند چنان اثرگذار بوده داغون کرده، کن فیکون کرده. قطام یه لبخند زد به ابن ملجم. فلذا حضرت امیر فرمود از هیچ گناهی و به نگاه کوچیک حالا بگذاریم، نگاه نکنیم، شاید این تو دومینوی الهیه که اثر وحشتناک داره. روایت طولانیه، چند نکته رو میفهم. میگه به همه احترام بذارید، شاید اون آدمی که تو فکر نمی‌کنی یه فقیر بدبخت بیچاره پیرمردیه، همون یکی از اولیاء الله باشه، یکی از ابدال باشه، از رجال الغیب باشه، از یاران امام زمان باشه، تو نمیشناسیش. شاید خضر پیغمبر در مقابل تو نمیشناسیش. یک بخشش هم همینه، میگه هیچ گناهی رو نگید کوچیکه. شاید تو این سیستم دومینوی الهی همون لبخند قطام بر ابن ملجم باشه که چه کرد، کن فیکون. ببین قاضی شریح لعنت الله علیه اینو خواستنش وقتی ابن زیاد هانی رو گرفته و قبیله هانی ریختن اونجا میگرفتن، ابن زیاد کله پاش میکردن، امام حسین میرسید به کربلا، مردم میرسید به کوفه، مردم کوفه امام حسین بیعت میکردن. من به شما بگم خب اصلا سرنوشت ماجرای تاریخ شاید چی میشد؟ عوض میشد. گفتن ابن قاضی شریح بیاد نگاه کنه ببینه که ما هانی رو نزدیم. زده بودن دندون هانی رو شکونده بودن، کتک اساسی زده بودن. قاضی شریح دید رفت گفت نزدنش سالمه. ببین زدنش شد چی؟ نزدنش. یه حرف نه تاریخ رو عوض کرد. حالا هر چی میشه واسه او مینویسن، همینطور داره کنتور میندازه، مثل شبکه‌های هرمیه کنتور میندازه. برای همین باید براءت بجویی، بترسی، بلرزی، خدا نکنه من این گناهی که میکنم همچین اثری داشته باشه. گناه کوچیک نبینی ها. گناه این همه داد و بیداد بین ما و پدر مادرمون پیش میاد، یه نفر تو این داد و بیداد مادرشو میزنه میکشه. ها میتونی تو قسم حضرت عباس بخوری که من اینا نیستم؟ نمیتونی، به خدا نمیتونی قسم بخوری. حواست باشه. اصل بعدی، اصل عالم محضر خداست. در محضر خدا معصیت نکن. چجوریه میزنن این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است، حواستو 6 تن جمع میکنی و میگن اثرش خیلی بالاست، دزدیات و فروشگاه ها کم میشه، چی این فروشگاه زنجیره میری میخوای شکلات برداری، پسته برداری، میبینی همش تیغ خورده، تیغ زدن شکلات توشو کشیدن بیرون. منتها میتونه کار یه نفر باشه ها، یه نفر بیدم تیغ بزنه برداره جمع کنه بره. آقا روی این لباسای این گرون قیمت یه ماسماسکی میچسبونن، میخوای بری بیرون بوق میزنه، آمار دزدیش چی میشه؟ میگه این مکان دوربین مدار بسته است، اثرش از این که عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید اثرش بیشتره. می‌بینی چرا؟ برای اینکه اون بنده آبروتو میبره اما خدا آبروتو نمیبره. ستارالعیوبه. داری سوء استفاده میکنی، از پررویی میکنی از اون لطف خدا و صبر خدا و حلم خدا. یارو گفت اگر من جای او بودم این کارو میکردم اون کارو میکردم، و شعر و خون و این داستانه. خدا میگه میبینمتون، کجای کارید؟ علم یعلم بان الله یرا. خیلی آیه تکون دهنده خدا شاهده. من تو این بیارتی رو شیشه هاش نوشته میخونم علم یعلم بان الله یرا. بابا نمیدونی میبینمت؟ دارم میبینمت.
مثل شیشه رفلکسه، نمیبینی، فقط خودتو میبینی اما او داره میبیندت. مثل دوربینای توی اتوبانه، داره رصدت میکنه، مثل جی پی اسی که تو ماشین گذاشته شده تو گوشیته، داری رصد. بابا خوب علم ثابت کرد اینها عقلاً شدنی است. خوب علم ثابت کرد که محال عقلی بگید نیست. علم ثابت کرد، میگفتن آقا زور میکنه مردم کف دستشون امام زمان نمیبینه. علم عقلاً اثبات کرد، حداقل من نمیگم اینا، اما عقلاً اثبات کرد شدنی است. بیا همین تبلت‌ها، همین گوشی‌ها. 50 سال پیش اینو میگفتیم یعنی کف دست، خب چیه اینجا مثلا معجزه‌ای میشه این یه چیزی مثل جام جهان نما. نمیدونم موبایلم میتونه باشه. آقا الان پخش زنده رو همیشه خبر نشون نمیده. خب الان موبایل‌های جدید که اومده تلویزیون هم میگیره، مثل این چیزاست، مثل این ستاپ باکساست، میگیره. خب آقا شبکه‌اش باشه میگیره. الان هم اونوریا دارن کار میکنن که توی ایران دیگه دیش نخواد، آنتن تلویزیون بگیره ماهواره رو. تو کانادا هم انجام دادن، جوابم گرفتن، آزمایشش انجام دادن، جواب گرفتن. یعنی دیگه با دیش جمع کردن فایده ای بگید نداره، فیلتر باید این تو باشه. خب آقا درست 2 سال دیگه میرم اتفاق افتاد، هر کانالی بخوای میتونی ببینی، پخش زنده داره نشون میده، یا میبینه یکی آقای اونجا داره میگه انا بقیت الله، کف دستش هم داره میبینه. دیدی عقلاً اثبات شدنی است. این شیشه رفلکس به ما میگه عقلاً اثبات شدنی است. قشنگ وایستی واسه یه وجبی او تو رو ببینه تو نبینیش. انقدر شده تو این بانک‌ها میری میشینی یا تو مغازه طرف میاد میبینی داره موهاشو با شیشه رفلکس درست میکنه، روبرو تو وایسته داره موهاش درست میکنه، تو رو هم نمیبینه، خندت هم میگیره. اون ماجرا رو گفتم، یه همسایه داشتیم بنده خدا دستش کرده تو بینیش میمارید به در و دیوار، ما هم داشتم نگاش میکردم. اصل عالم به این فکر کنید کی داره نگاهتون میکنه. یه مثال بزنم، حالا تو خونه نشستی مثلا پیش داداشته، انگار داره از میکنه، بعد پیش بابات میاد تکونی مثلا، حالا کش خودشو احترام قائل شده تکونی خورد، بعد دیگه میری آقا پیش مثلا کی، پیش یه آدم عالی رتبه، پیش یه مرجع تقلید، پیش یه استادی دیگه، دو زانو میشینی، خدا کجا اینا کجا. بعد جلوی او انقدر راحت معصیت میکنی، وقتی داری گناه میکنی میگه دارم میبینمت، علم یعلم بان الله یرا، بابا دارم میبینمت. به این فکر کردی که خدا میبیندت، به این فکر کردی امام زمان حاضر بر رفتار توست، میگه این چرا این کارو داره میکنه، در بسته است فضا، هیچ کی نیست، خودتی داره یه گناه شهوانی داره انجام میده، میگه من میبینم تو چرا مردم خجالت میکشی این کارو بکنی، چطور من خجالت نمیکشی؟ فکر کن شیشه رفلکسه، ما رو اندازه شیشه رفلکس قبول داشته باش. مالکم لا ترجون لله وقارا، چی شده دیگه برای خدا وقارم قائل نیستید؟ اندازه شیشه رفلکس هم برای خدا احترام قائل نیستید؟ مالکم چه شده بر شما؟ پس میبینی؟ ببینیم وقتی در مقابل چه کسی داریم گناه میکنیم، کوچکترین گناه ها هم میشه بزرگترین معصیت ها. آقا جلو بعضی ما میریم وای میسیم سرمون رو نمیخارونیم، میگیم زشته، ثبت میشه، جلو دوربین خواهد عکس بگیره پلک نمیزنی که چشم بسته نیفته، چون ثبت میشه، ثانیه لحظه ای تو داره ثبت میشه، ثانیه تو داره ثبت میشه. چقدر شده دیدید آقا یه دوربینی فیلمش در اومده، آقا این داشته دزدی میکرده، اندازه بابا بی انصافیم دیگه، برای خود خیلی آیه قشنگه، مالکم لا ترجون لله وقارا، خب دیگه برای من خدا وقارم قائل، نحن خلقناکم نامردا فلولا تصدقون، تو مال من بودی، من خلقت کردم، حالا کارت به یه جایی رسیدی که دیگه منو تصدیقم نمی کنی؟ هست نیست کجاست؟ عجب. اصل پنجم، اصل کنترل ورودی های بدن رو باید به پا باشی. عزیز من مال حروم خوردی راحت تر گناه میکنی. او کسی که مال حروم خورد و خوروند بدونه داره زمینه گناه فراهم میکنه.
ما اصلا من یکی از اعتقاداتی که دارم، دشمن داره یه کاری میکنه که ما مال حروم بخوریم، سیستمایی داره طراحی میکنه ما مجبور شیم نزول بخوریم. آره دارن این کار میکنن چون اثرشو میدونن. چرا؟ میدونن حضرت ابا عبدالله کد و لو داد، ملأت بطونکم من مال الحرام. شما هم نماز میخونید، من و حسینم نماز میخونم. شما هم روزه میگیرید، منم روزه میگیرم. شما هم قرآن میخونید، منم قرآن میخونم. ملأت بطونکم من مال الحرام. اونا مسلمان بودن مثلا. یا خیل المسلمین، گروه مسلمانان. یه حرفی که چیز میزنه عمر صلی لعنت الله علیه میزنه، یه گروه مسلمونا به اون اراذل باش مسلمان بودن، یه نماز بخونن. روزی 20,000 نفر تو اون آب فرات غسل میگرفت. بعضی ما یه ایرادی داریم، اینا نمیفهمن کسی که اینجوری کار فرهنگی میکنن بهتر بشینن کار فرهنگی نمیکنن، کار فرنگی میکنن. ها بعضی دستشویی فرهنگی رو با دستشویی فرهنگی اشتباه میگیرن. میخوان کار فرهنگی بکنن، کار فرنگی میکنن. یعنی چه میکنن؟ بعضی موقع ما میایم دشمن رو یه جوری نشون میدیم که ما احساس میکنیم هیچ کدوم احتمال این شدن رو نداریم. گرفتی چی میگم؟ مثلا میخوام یه نفر بدو نشون بدیم اینقدر کریه المنظر نشونه که دو تا شاخ فقط نداره. و چی میگیم؟ نه اینجوری نیست. بعضی از این تکفیریا که کشته شدن تو عراق ببین یه لبخندای عاشقانه زدن، اینقدر این چهره زیباست، محاسن زیبا داره. برای چی دارید اینجوری یاد میدید؟ پس فردا مردم رو یه نفر با چهره زیبا گول میزنه. چون این یه توهم، بر مبنای توهم میگه همه آدم بدا زشتن. یه آدم خوشگل میبینه پدرشو در میاره میگه ای پس چی شد؟ بیاید بگید بابا، بیاید بگید این خدمت شما عرض کنم در واقعه عاشورا. خب اینایی که می اومدن تحریک میکردن ابا عبدالله خیلی قشنگ حرف میزدن. معاویه خطیب بود، خطبه‌های قشنگ میخون، خب تحریک کننده خطبه میخون. بگید که مردم قدرت چیزشون، حساسیتشون و سنسورشون برن بالا، حسگرشون برن بالا، که این نکته حواست باشه. مال حروم نباید خورد. مال حروم جانباز جنگ صفین رو میکنه قاتل امام زمان. مال حروم چند تا ایراد داشت شمر دیگه تو این 4 شخصیت کربلا گفتم. وقتی میگه ولعن الله شمر یه خورده بگو، محکم بگو، اما ببین چی شمر که یه ملعون لعنت الله باباش هم در اومده، تموم شده رفته. بابا دنیا کارش تولید شمره، اونو بزن. یزید رفت الان تو بدترین عذاباست، لعنت الله علیهم اجمعین. از بیشتر همین الان هم داره شعله میکشه آتیشش. این دستگاه یزید سازی رو بزن. ببین شمر ایرادش چی بود؟ شمر این ایراداتو داشت. 1 حسود بود، تو که نیستی. 2 شکم پرست بود، تو که نیستی. 3 تیکه مینداخت به مردم، طعنه میزد، تو که نیستی انشالله. 4 مال حرام میخورد، تو که نیستی انشالله. فلذا وقتی میگه ولعن الله شمرا، یعنی ولعن الله تمام این صفاتی که یک نفر را و این خصلت‌ها و این رذایل اخلاقی که یک نفر را شمر میکند. یه وقت داریم میگیم ولعن الله شمرا، داریم خودمونم لعن میکنیم، نمیفهمیم. خب اینجا چی میشه؟ اینجا اینه که یه موقعی من یه نفر رو دلشو میشکنم نمرش 10، یه نفر رو دلشو میشکنم نمرش 1000، یه نفر دلشو میشکنم نمرش بی نهایته. چقدر سقوط میکنم؟ برای اون 10 میشم -10، برای 1000 میشم -1000، برای اون بی نهایتی میشم چقدر؟ منفی بی نهایت. یه موقع تیکه میندازی به یه آدم عادی حق الناس، حالا یه موقع تیکه میندازی به امام زمانت. یه موقع عمدن یه حرفایی میزنی جیگرشو بسوزونه. میدونست دست میگفت عمدن گفت حمله کنید به خیمه، عمدن میگفت میخواست جیگر ابا عبدالله رو بسوزونه. یه موقع از حسودی میکنی به یه آدم مثلا نخاله مثل من، خب یه موقع حسودی میکنی به امام زمانت، چقدر سقوط میکنی؟ هر چقدر او ارتفاع داره. چون میری بالا خودت هم قد او میبینی میفته پایین. هر کی بالاتر بشینه محکمتر هم استخوناش میشکنه. این هست. ورودی ها رو نگاه حرام، ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر چه دیده بیند دل کنم دیاد. همینه دیگه. نگاه نکن. بقول مرحوم آقای مجتهدی ایشون میگفتش که بابا این که میگم میری خونه مردم چشتو درویش کنی، نه فقط برای ناموسش، برای وسایل خونش هم هست. تو میری اونجا میگه عجب مبلمانی، به دلت میفته پولرم نداری، به گناه میفته بخریش. نگاه نکن تا هوس نکنی.
خیلی مهمه. اینقدر جلو گناه ها رو میگیره. آقا بهت میگم بیا سوار ماشین شو، نمیشه. بگو چرا؟ بابا بشینم دلم میخواد، من خودم میدونم چه جونوریم، خودم میگم رایفی میدونم چه جونوریم، دلم هوس میکنه بعدم با اون وقت بعد بشینم این کلا کنم اون کلا کنم، کلا سر این اون بذارم که بهم برسه. نمیخوام، به بیکارم. حالا ورود کنترل ها من در مورد چشم و گوش فردا خورد ویژه تر صحبت میکنم یه خورده، چون میخوام بحث فردا رو نفس، فقط مهار زدن به نفس چجوری رو خرمالش کنیم ان الله. برای خرمال کردن شیطان اول اینو خرمالش کنیم. اصل گناه می آورد. یه اصلی داریم که خود گناه چی؟ گناه میاره. یعنی هر چی گناه کنیم میشه دایره نکبت گناه. ببین هر چی گناه میکنی گناه بعدی چیه؟ آسان تره. دید اولین بار آدم میخواد یه گناهی معصیتی انجام بده چقدر سخته براش؟ دفعه دوم چی؟ آسان تر، سوم آسان تر، دفعه 20 میشه عادت. مثلا گناه رو انجام میده دلش تنگ میشه. میگه چند وقت این گناه انجام ندادیم. قشنگ طرف میگه تو ما عرق نخوردیم، ما ردیف کن ببین عرقی بخوریم. یه ماه مهمونی مختلط نرفته دلش تنگ شده که بابا یه پارتی کسی خارج مارج نمیره، یه گودبای پارتی، یه زهرمار پارتی چیزی بگیرید دیگه بابا. این عکه نرقصیدم غیر تو کمر یارو خوش شد. حالا رقص مختلط و مداست. آقا یکی رفت خدمت آیت الله مرعشی نجفی، اشتباه نکنم، بعد گفت آقا من یک سوالی دارم و خیلی هم نگران بود سوالش. گفت آدم اینجوری کنه ایرادی داره؟ گفت نه. گفت اینجوری هم کنه چی؟ گفت نه. بعد که کمر یه تابی داد و گفت اینجوری کنه چی؟ گفت نه. گفت حالا اینجوری چیه؟ همه حرکات با هم اجرا شد حرکات موزون به حرکات موزون، موسوم به موزون، حرکات موزون. گفت تجزیه‌ات خیلی خوب بود، موردش رو ترکیب تو ببره. جواب آخوندی دادا. آره همچین جواب داد. آره حالا اون داستانی. مراقب باشید به گناه صغیره به دید یک گناه کوچیک نگاه نکنید، چون اصلا گناه کبیره طریق چی شروع میشه؟ گناه صغیره. اصلا میدونستید یکی از گناهان کبیره اصرار بر گناه صغیره است؟ یکی از گناهان کبیره اصرار بر گناه صغیره است. ببین نگاه کن جلو شیطان. ببین حالا اینه که به دشمن بگه حالا تو یه قدم بیای تو عیبی نداره، 1 کیلومتر میشه کبیره. بابا دشمن یه قدمش هم خطرناکه. بیرون هم مرزای من باش. من هر فیلمی خواست پیدا کنه. آقا بعضیا از پینوکیو هم بدترن. پینوکیو بعد 80 قسمت آدم شد. بالاخره آدم شد، گربه نره روبا مکار شنا. بعضی میونه 80 سال پینوکیو گونه، پینوکیو وار از گربه نره و روبا مکار گول میخورن. دیگه غربی‌ها باید چیکار کنن با ما بفهمیم اینا دشمنن؟ 6 دنگ باشیم. نره میخواد بری باشون حرف بزنی کارو کنیم، 6 دنگ باش. بغل تو وا کنی و دشمنه. ایدزو بری کی وارد مملکت کرد؟ فرانسه. خون می‌خواستیم بدیم بزنیم به مردم، خون کم اومده بود، رفتیم ازش خون خریدیم. گفتم بهترین وقتی اینا رو ایدزو بریم تو کشورش. خونه آلوده به ایدزو. الان تو سر غزه نشون میده پدر سوخته‌ها همه دارن خودشون نشون میدن. انقدر عرصه چه حجتی خدا داره تمام میکنه بر مسلمانان، بر اینایی که تو این کشورهای هستن که تو این بر کل مسلمان، بر عربا بر غیر عربا داره تمام میکنه که حتی اگر حکام شما وایسادن چرا نمیشورید علی این حکامی که دارن با اسرائیلن؟ اون دونه خیرشونو بگیر. ان تقوموا لله مثنا فرادا. یه نفرم دو نفر، یه نفر نیست با میشه دو تا تکی باشو. ندارن خب کسی بهشون یاد بده از اینا. ما داشتیم هیهات من الذله، کل عالم وایسن اون طرف، من یه نفر این طرف باشم. حضرت عباس گفت امام زمانم و عشق است، وقتی براش امان نامه آوردن کی بفروشه؟ از امام زمان اگه گرون تر داری بیا ما معامله میکن. از خلیفت الله علی الارض چیزی از آخر ارزشمندتر. این میشه که وقتی یه گناه میفتی روی گناه میشه رویه اصلی زندگیتون، خطرناک میشه، زندگیمون خطرناک میشه. جلوی گناه ولو کوچیک هم وایستید. یه خورده که پیشرفت میکنید تو اصل ترک گناه ها جلو میری،
یه اتفاقای خیلی خوب میفته، یه چیزی تو وجودتون بیدار میشه، خیلی جالبه، اصلا قبلا ندیدینش، برای اولین بار حسش میکنید، انقدر جالبه، یه موجود جدیدی تو وجودتونه، شروع میکنه باهات حرف زدن. قبلا خالی میبستی در حد بنز، خب بعد الان کوچکترین دروغ ولو مصلحتی هم میخوای بگی، یکی از درونت میگه نگو دروغه، تو از کجا اومدی؟ خوبه، اینا جنود الهی وجدانته، یه حسای خیلی خوبی داره، اصلا نمیذاره اذیتت میکنه. یه دروغ مصلحتی میگیره اصلا تا شب عذاب وجدان داری، زنگ میزنه میگه آقا من شوخی کردم، بابا طرف میگی چون این خوبه دیگه، اما وقتی این بشه این همون خاک میریزه تو دهنش، رو وجدان دیگه، اصلا دیگه میمیره. یه جای میرسه که دیگه تقریبا احتمال بازگشت صفره. این ملعون یزید آره پیغام فرستاد برای آقا امام سجاد، گفت چه کنم توبه کنم؟ حضرت فرمود نماز قفیله بخون، بین مغرب و عشاء 2 رکعت بخونید، نشسته راحت، 1 دقیقه و نیم هم بیشتر طول نمیکشه، حفظ بشید. نمیتونست بخونه، میخواست بخونه چنان دل دردی میگرفت میافتاد زمین. مثلا دیگه خود ابلیس شده، نمیذاره دیگه، ابلیس تو برداشت دیگه، اون استحواذ صورت گرفته دیگه، و کشته گرفتن با یزید. اصله که این اصل خودش 5 تا اصله. حالا بذارید من به ترتیب بگم چون بر مبنای یک روایته. من اسمش گذاشتم اصل کثرت تسبیحات. خصال جلد 1 صفحه 285 در مورد این صحبت شد. قال ابلیس لعنت الله علیه 5 اشیاء لیس لی فیهن حیله. 5 تا چیز است که اگه یکی داشته باشه من حیلم روش اثر نمیکنه. لو داده. اینم آقای امام سجاد فرموده، استاد مبارزه با ابلیس. برای ما این کارا نمیکنه ابلیس، برای آقا امام رضا میفرماد ابلیس برای پدرمان امام سجاد به شکل ماری میومد تو سجادش که حواسشو پرت کنه، بعد پای حضرت گازم میگرفت تا اینجا هم پیش میرفت، انگار بعد که اینجا هیچ کاری نمیکنه، وقتی داشت میرفت فریاد میزد میگفت به حق سید و ساجدین، اعتراف میکنه اینو یه همچین استادی گفته ته مطلبه ها. حضرت فرمود ابلیس میگه ابلیس 5 تا چیز خودش اعتراف کرده که چی؟ من نمیتونم. و سائر الناس فی قبضتی، بقیه مردم کلا تو قبضت تو پنجمن، این 5 گروه هم نمیتونم کارش کنم. 1 من اعتصم بالله ان نیت صادقه و اتکل علیه فی جمیع اموره. گفت اون کسی که دائم دستش به تناب خداست، هرچی من فیلم براش بازی میکنم یه دقیقه این تنابه رو ول کنم، یه چیز خوبیه بدم، 2 دستی هم امکان نداره. اعتصام یعنی چنگ زدن، و اعتصموا بحبل الله، 2 دستی چسبه تناب خدا، ولم نمیکنه. این آدم اصلا بره تو وسط لجن دوباره با تنابو میگیره میاد بیرون، یه دوش میگیره پاک. اما بعضی اصلا ولن تو لجن هم نمیرن، با یه آب جوب نجس میشن، چون ولن، چون بی صحابن. صحابت کیه؟ اعتصام، من اعتصم بالله، چجوری میتونه به خدا بشه دست میگه؟ گفت اعتصموا بحبل الله، و حبل الله المتین، صراط المستقیم، مولا الموحدین، امیر المؤمنین. کیه؟ راه داره برای رسیدن به اون. اللهم صل علی محمد فرج. و توکل کند به خدا بر تمام امورش، کوچکتریست توکل به خدا ان شاء الله. این لفظا هر چی میشه توکل به خدا، هر کاری میخوای بکنی بسم الله میگه طرف، هر کاری میخواد بکنه. ما روایت داریم کاراتون رو با بسم الله شروع کنید، چون کار باطل و بیهوده با نام خدا اصلا انجام نمیشه. بیمه میکنی با این کار دیگه، جای مگه اشتباهاتی داشته باشه یه خورده خدا میاد سری میگه میشه که به اسم ما داره خرابش میکنه، ردیفش کنی براش. هر کاری میخواید بکنید، آقا میخوای بیا بیرون، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی به امید تو، توکل به تو و توسل به اهل بیت اسمت و طهارت امروز اومدم بیرون، امروز روز خیر و برکت برای من قرار بده، توکل بر تو. هر کار میخواد بکنه، آقا صداش کردن میخوان توبیخش کنن، توکل بخور. تهش ما بنازم به درک. کسی توکل به خدا داره اصلا دنیا براش میشه به درک، اهمیتی نداره. من بنازم مگه خدا روزی رسونی؟ 5 یارو چیکاره؟
سخت اینا به این مرحله رسیدن واقعا شدنیه. شهید بابایی، عباس بابایی، اون ژنرال خاصش زیرابشو زده بودن. بعد تایم نماز شد، زمان نماز شد و اینم رفته بود یه کاری داشت، همونجا روزنامه پیدا کرد و شروع کرد وضو هم داشت، شروع کرد نماز. من با خدا دارم این بابا چی کاره؟ اگه قبول داری خدا زورش از این بیشتره دمش. اگه قبول داری الکی میگه آره اما میگی نه اینم. یارو رفت دعا بگیره، اون معلمو سگ داره، یه دعایی به ما بده این سگ پاچمون نگیر. اینم یه دعایی بهش داد و 10 تومن ازش پول گرفت، یه چوبی هم بهش داد. گفت این چه گاهی اخی سگ عربی بلد نبود. خب تو توکلت به چوبه یا به خدا؟ توکلتون واقعا به این فکر کن. هر شروع کنید اداشو حتی در آوردن. میدونید یه روش ترک گناه رو میگم، ادا در آوردنه. ادا هر کاری که توکل به خدا ان شاء الله. این لفظو بندازید رو زبونتون ان شاء الله. خب هر کاری میخواد اگه خدا بخواد. آقا تمام پول جور، همه چی جور، معامله میخواد جوش بخوره ان شاء الله اگه خدا بخواد. نخواد میزنی زیرش. اگه واقعا قبول داری خدا راستگوئه، میگی بابا منم اراده کنم میبندم رگ حیات او رو. کی میخواد به تو در بیفته؟ تو توکل کن به من. منتها قبول نداریم. داناییشو داریم ما، علم بر این داریم اما داراییشو نداریم. گفتم اینو مثل مرده شوری که علمی نداره که الان یارو مرده کدوم سلولش چی شده. من مرده هیچ کاری هم نمیتونه بکنه. اما یارو پزشکی خونده، استاد بدن، علم الابدانه، اما شب میترسه با یه مرده جا بخواب. دانایی داره اما دارایی، بعد دارایی بشه ملکه بشه. با تکرار یه چیزی ملکه میشه. تکرار کن، توکل بخون، اصلا به خدا اعتماد کنی، چشاتون رو ببندید، خودتون بندازید بغل خدا. گفتم وابسته چی؟ برید پناهنده سیاسی شید به خدا. بگو تو هستی، کی میخواد؟ من کارمو درست انجام دادم. جوونی اصلا تو جلسه است، اومده من میگه که تو بانک کار میکنه، میگه یه سر و وضعی میان اونجا خدا وکیلی برای کار، میگه به ما هم گفتن بالاخره باید تطبیق بدید چهره رو دیگه. اینا میگه من یه نگاه میکنم که کلم پایینه، رئیس شعبهمون اومده گفته تو داری آبروی ما رو میبری، باید نگاش کنی. مشتری مداری باید اینجوری زل بزنید، پول بشماری اینا. رئیس خاک بر سر اون رئیس شعبه کنم، خاک بر سر اون بانک کنم که همچین رئیس شعبه داره. خب بعد آره وگرنه استعفاتو بده برام. گفتش تو یه نفری ما زیادیم. همین الان داشت تو ماشین بهم میگفت، گفتم ببین راهش اینه، بهش بگو ببین پیامبرم که اومد تو اون اعراب جامعه یه مش اراذل اوباش احمق ابله نادان کودن بیشعور اینا بگو. آره پیامبر اگه دیدی به خودش گرفت بگو تو چرا خودتو با اعراب جاهلی گذاشتی یه طرف، با مشرکین ابوجهل و ابولهب و پیامبر ابوذر و اینا هم داشت، چرا خودت اینور ندیدی؟ فوشو بنداز. آره صاحبش برمی‌داره. خب گفتم ببین من بودم هم چی کارش میکردم که او باید استعفا بذاره بده. تو توکل کن به خدا. توکلت به خدا شو. او کیلو چنده؟ من خودم بهم اثبات شده خدا شد. هر موقع هر کاری رو به خاطر نماز رو به خاطر هر کاری عقب انداختم، یه گیری توش به وجود اومد که اصلا قشنگ دیدم معادل زمان نماز نرسیدم. مثلا میگفتم اینو من برم نمازم بخونم بعدم برمیگردم مثلا اینو بخونم، دیدم دقیقاً همین تایم یه اتفاق عجیب افتاد از من گرفته شد. بهم فهمون بخون بقیه‌اش با منه. قبول کنید توکل به خدا اصله. کسی که دائم توکل به خدا داره، دست تو طناب الهی داره، کی میتونه اینو جدا کنه؟ هیچ کی نمیتونه. مورد بعدی من کثر تسبیحه فی لیله و نهاره. کسی که زیاد تسبیح میکنه سبحان الله میگه من اینم نمیتونم کاری کنم. آقا این کنتور نمیندازه، داری تو ماشین نشستی بیکار در دیوار نگاه کنی سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. این سبحان الله، این یاد خدا میبینی چیزی که تو لب تکرار میشه، آروم آروم قلب باهاش وزن میگیره، ریتم میگیره، شروع میکنه با اون نفس کشیدن. بعد دیگه ساکت هم که میشی و لیلهی خوابم هسته قلبت میگه سبحان الله سبحان الله. اصلا دیگه نمیتونه حرف چرت و پرت بزنی. اما وقتی عادت شد لغو بگی، قلبت به لغو عادت میکنه. میای تو روزه دارن روزه میخونن، یاد اون حرف بی خوده میافتی. دارن روزه میخونن، یاد اون ترانه میافتی. یه کلمه اینجا میشنوی، یاد اون فوشه میافتی، یاد اون جوک بده میافتی. کل حالت به هم میریزه برای اینکه گوش تو کنترل نکردی، زبونت هم هی تکرار کرد. اینا نکته است ها. کسی که گوینده خبرن بهشون میگن به هیچ وجه قبل از خبر روی خبر شوخی نکنید. به هیچ جزء اصول خبر گویی است.
خب اصول خبر، اگر شوخی کنید یهویی چی؟ مثلا اسم بابای کج و کل است، اسمای اصلا عجیب غریبی ان. خب هی میگه مثلا چیه، من نمونه هست نمیخوام بگم چون اسم بالاخره سی دی پخش میشه و سخنرانی خوبم نی. خب یعنی گفتم بهتون بگم کی کجا چیکار کرده، چه گافی داده، سالش هم میدونم، گوینده خبرش هم میدونم، حداقل 10 15 مورد میدونم. خب آقا شوخی کرده یهویی تو خبر یک چیزی گفت که خراب، عادت کرده. سبحان الله که بگی دلت آروم ریتم میگیره، اصلا دلت قلبت میگه سبحان الله سبحان. بعد شیطون میتونه به اینجا تخم بذاره؟ نمیتونه. حاشیه امنیت داره، نمیتونه بیاد. من لم یجزع علی مصیبته حین تصیبه، کسی که وقتی یک مصیبتی براش وارد میشه جزع نمیکنه. جزع داد و بیداد میکنه. پیرمرد 90 ساله مرده سر قبر دختراش کف میگن، یه جوری که انگار جوون رشید 18 ساله مرده. خدا شنیدیم نمیره قبرستون اوه یک جوری ای خدا کجا نشستی؟ گفت کی مرده بریم ببینیم، مثلا این احتمالاً یکی جوون رشیدی داشتن و مثلا پودرم شده، کاش قابل شناسایی باشه ما بریم لااقل ببینیمش کیه. میره یه پیری بوده 100 سالش بوده رو ویبره بوده مثل بابا اتی بوده، بعد اینو براشون آوردنش مرده. و آره یکی از کارهایی که شیطان خوب میتونه بزنه به ما، حواستون باشه ها، ضربه رو میزنه و در میره. اینه که شما عادت داری جلو شیطان وایسی، اما تو مصیبت‌ها بهش میگن اصل شوک و بهت. یه شوکی که بهت وارد میشه گیج میشی، تو همون لحظه یه چیزی از دهنت میکشه بیرون، یه رفتاره. این شوک و بهت کجاست؟ تو عصبانی شدنها. یهویی عصبانی میشه. حالت عادی آدم اینجوری نبوده، میگه اصلا این آدم اینجوری نبود، 2 ساله با ما همسایه است، همکار ما میشناسیم، اصلا یه همچین حرفی از او بعیده. چی شده؟ یک مصیبتی وارد شده برش. مراقب باشید. ببین شوکوبات آمریکا هم همین کار میکنه. 2 تا ساختمون خراب کردن، همه شوکه شدن، تو بحت و شوکه این بودن، حمله کردن به 2 تا کشور، ماسمال کردن، پیچون تموم شد. اینا هنوز میگفتن این ساختمونا چی شد، کی بود، کجا بود؟ بابا 2 تا کشور اسلامی رو گرفت. تو شوک و بحت جام جهانی حمله میکنن این بچه کشا. اینجوریه مصیبت. یکی از روشایی که شیطان یه عزیزی از دست میده یوهویی فکراش میاد، چون اینو خیلی دیگه دوستش داره، اونجا آدم خودشو نشون. مورد آخرم بگم برای امروز بسه، 2 مورد بگم. من رضی لاخیه المؤمن بما یرضاه لنفسه، هر چی برای خودش راضیه برای برادر مؤمنش هم راضیه. حسود نیست، حسود نیست. از این بالاتر هم داریم، میگه هر چرا برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند. بعضی موقع با این رفتار شما خرابکاری هم میکنید، چون یه سری چیزا از برای خودتون میپسندید اما او بابا بگید نمیپسنده. این 50% ماجراست. ما جو رمضان ما رو دعوت کردن، بعد یهو دیدیم یه حلیمو برداشت بین خوب شده اینا، یه قاشق خورده، بعد با همون حلیم همون قاشق شروع که هم زدن. من اینجوری شدم چرا قاشق دهنیو میکنی تو؟ همینجوری نگام کرد، دید خب گند زده خرابکاری کرد، گفت سعر المؤمن شفا. حدیثم برای من خون گور به گور شده که آره آب دهان مؤمن شفاست. گفتم تو ثابت کن مؤمنی، حالا ما بعدش حالا بریم صحبت میکنیم. چون یه آدمیه که قاشق دهنی هم غذا میخوره، واقعا هر چی رو برای خود میپسندیده برای ما پسندیده، اما صحبت چیزا ما نمیپسندیم. یعنی اینقدر باید هوشیار باشی، شاید این خوشش نمیاد. ها بعضیا هستن مهمون نوازن، مهمون بیاد خونهشون انگار نگه، به خاطر این وقتی چتر میندازن یه جا خدا نصیب گرگ بیابون نکنه. خب میره چون خودش 1 هفته بیاید مثلا خونش به اون ایراد نمیره، 1 هفته آسید میکنه، از کار زندگی داره میرسه. به قول او بابا گفت مهمان 1-2 روزه، در روز سوم نهی. خب دیگه بلند شه بره دیگه، میونه 1 هفته برای چی خودشون اینجوریه. دیدی میگه نمیای که نیایم. خب همین یه عکس این اصله دیگه. حواسمون باشه مؤمن برای هر چی برای خودت دوست داری، مثلا پولدار بشی، رفیقت پولدار میشه الحمدلله، شرایط فرام کن پولدار شه. اینقدر خدا این بندهشو دوست داره، شیطون نمیتونه دور برمه. چرا خیلی خوشگل جلو نفسش وایساده. مورد آخر، من رضی بما قسم الله له ولم یحتمل رزقه، راضیه با اون چیزی که خدا بهش قسمت کرده. دیگه به این کوشش و سعی برای رسیدن به یه چیز خوبه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اما بعضی چیزا هستن دیگه بابا دست و پا میزنن، این کلا تو اون کلا، بابا نیست، روزیت نیست. من خدا روزی نسون نیست، من کارمو کردم، سعیمو کردم، 800 روزی دارم کار میکنم، اضافه کارم وای میستم، کلا سر کسی نمیذارم، بقیه‌اش با خداست.
از این ور بیشتر با کلاهبرداری در میاره، از اون ور برجش بیشتر میشه، مریضیش بیشتر میشه، خرابی ماشینش بیشتر میشه. از این ور ورودی بیشتر میشه، از اون ور خروجی بیشتر میشه. میبینی بدبختش هم مال توئه. چرا؟ باید ببری هی بیمارستان، هی باید بری ماشین رو بری تعمیرگاه، هی باید بری. یه جوری با مردم رفتار بکنید مردم از شما جدا میشن لبخند به لبشون بشه، یعنی دمش گرم، ولو به لبخندی که شما به او زدی، ولو با مهربونی که با او کردی که کنتور هم نمیندازه، خرجم نداره. این اصول یادمون باشه که این شد اصل کنترل نیازها. وقتی من نیازهای خودم رو کنترل نکنم، هرچی دلم بخواد، بابا من الان بعد یه چیزی در مورد خودم مثلا من بارها هم گفتم، میگم آقا نگاه کنید، من یه درآمد مشخصی تو ماه دارم، حالا یه ما بیشتر میشه ما کمتر میشه، مشخصه میانگی من اینقدر درآمد. خب من الان توی محله متوسط به پایین تهرانم زندگی میکنم، همین تا 6 ماه پیش ماشینم نداشتم، والله خونم الان ندارم، مستاجری. نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که منم تو استاد کشوری برو بالا، این مدیریت نیازها، نه این چیه؟ وعده اون پدر سوخته شیطونه. بعد برای اینکه تو بری بالا یه خونه بخوای اونجا بخری، یه 100 متری باشه، نه 60 متری باشه، متری 6 تومن، 360 ماهی 1 میلیون بتونی بذاری کنار، یعنی چقدر؟ 360 ماه 360 ماه دیگه اون خونه این قیمت نیست. خب 360 ماه تقسیم بر 12 باریک 30 سال چیزی نیست، 30 سال دیگه اون 360 میلیون میمونه. خب با این اوضاعی که ما داریم تو بگو 30 روز دیگه. خب پس چی میشه؟ توهم بگیر نمیزنم. حالا مثلا فرض کن خانواده من داد و بیداد کنه، تو چرا اینجا محله، میگم ساکت شو، اسکت، خفش. یعنی همین اسکت عربی داشتم ترجمه می‌کردم، سوء استفاده نشه وقت ما پس باید بریم جواب پس بدیم. خب آره کسی خود چرت و پرت بخواد گناه بخواد از آدم، باید جواب ساکت شو. بریم چیکار کنم؟ دزدی کنم؟ او خدایی که بالا سرم اینو برام پسندیدم، چه ایرادی داره؟ این ارزش انسانیته؟ همینی که از راضی ما همین. اما وقتی تو مبنای نیازا رو نشی بلاشی با 4 تا پولدار چرخیدی، ماشینا 200 300 میلیونی سوار شدی، خب بعد دیگه هوس میکنی دیگه. بعد نداریم از میشه چیکار کنی؟ دم انتخابات میشه، میگم بیا برای ما سخنرانی کن، ردیفه میدن، اما من بهتون میگم میدونم، میان پیشنهاد میدن، قشنگ مبلغ بهت میگن، انقدر قشنگ، انقدر راحت و بی حیا، تو برو واسه آقای فلانی صحبت کن، اینو بگیر، چی میخوای؟ آره خونه بهت میدن، ماشین بهت میدن، راننده بهت میدن، یه بهانه‌ای درست میکنن، قرارداد کاری پژوهشی باهات مینویسن، مجله برای ما در بیاریم 400 میلیون رو بگیر، این 100 میلیون رو بگیر، مجله در پیتی که مثلا ما چیکار می‌کنیم؟ می 4 تا مقاله انگلیسی میده انقلاب برات ترجمه میکنم، میدی به اونا مجله میشه، راهاش هم هست. خب اما تو باید بتونی جلوی این مسئله رو بگیری، نتونی تموم شده. بعد اون وقت میشی مزدور، به گناه پول میگیری، رشوه میگیری، قاچاق میکنی. اون جوونی که میخواد یه شب به 1000 جا برسه، براش جا انداختن اینجوری خراب میکنه دیگه. بعد میخواد گناه نکنه، یا میره قاچاقچی میشه، یا میره آشپزخونه میزنه. خب بعد آره میزنه تو کارهای دیگه و سر 2 ماه هم یه ماشین مدل بالا یکم از میخواد گناه نکنه، میان گولش میزنن شرکت‌های هرمی. این جوونی که وجدان داره میخواد گناه هم نکنه، پولدارم بشه. نمیشه آقا یه شب مگه میشه پولدار شد؟ هر جا کاخ دیدید کنارش مولا فرمود چیه؟ کوخیه. چون منابع مالی محدوده، یه جای خراب شده که این بره بالا. نمیشه آخه نمیشه. بابا 1000 میلیارد تومان درآمد داره، مسئولی از کشور خود، ثروت داره 1000 میلیارد تومان. من میگم ماهی چقدر حقوق گرفتی؟ بیا بشینیم با هم حساب کن. قبلش چقدر داشتی؟ خب 50 تا شرکت به اسم خودش، بعد خودش با خودش قرارداد بسته. آقا این کارا کسی هم نمیدونم اینا گیر بده، از کجا آوردی، چی کار بکنیم، الله نمیدونم، شما ما نمیفهمیم درست ایناست، نمیدونم. حواسمون رو جمع کنید. مدیریت نیازها. یه نکته بگم ارزم تمام کوتاه. ببین این که میگه هر چی دوست داری برای رفیق مؤمنت، همینه دیگه. ببین حسودی نکن.
براش خیر بخوا، خدا برات خیر میخواد. براش شهادت بخوا، به تو شهادت میده. براش پول بخوا، به تو پول میده. تو این هیچ شکی نکنید. خیر بخوا، جلو نفست میبینی حسودی کردی، سری بزن تو دهنش، برو عمدن بهش تبریکم بگو، دستشم ببوس، روشو ببوس، بگو که آقا خیلی خوشحال شدم من این مطلبو شنیدم. به نفست بگو دیگه این زرا پیش من نزنی ها. بفهم که این غلطو نباید بکن. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیة والنصر وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره والمستشهدین بین یدیه. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان 3 صلوات نات بفرمایید.